بله کاملا غلطه علی جان. من به یک امتیاز. عضلات بدنش یعنی خیلی سعیم بزنم خیلی باش آب دماغم چرا آمبولانس اومد. وای بریم ببینیم چه بلایی میخوان سرمون بیارن این ایمان و کیانا. امروز یه مسابقه جذاب براتون در نظر گرفتیم که جبران اون ماهی خوشی که به ما دادین کاش واقعا میشد همونو به عنوان جدید بدیم مبارک. آره حتما. بچه‌ها مسابقه‌تون امروز 2 تا بخش داره. بخش اولتون ما یه سری سوال یعنی یه جمله بهتون میگیم، شما باید بگین این جمله واقعیه یا الکی. هر کی که زودتر بدونه باید زنگش رو بزنه. اگر درست بگه 1 امتیاز مثبت، اگر غلط بگه 1 امتیاز منفی بهش تعلق میگیره. حالا این جملات میتونه فکت علمی باشه یا هر چیز دیگه. یعنی واقعا یا واقعیت داره. آره ما در آخرش هم میگیم که اگر الکی بود یا واقعی بود. که میوازه باید چیکار کنه؟ چیه؟ بخش دومش هم سر زمان خودش بهتون میگیم. و اما جریمه امروز یا خدا سس اکستراهات 5 آتیشه‌ش هم گرفتن بچه‌ها. زده مغزو میترکونه روز زده میترکونه. وای اسکورپیونز بچه‌ها تاباسکو 5. بله آقا بچه‌ها اون فوقش یه تیکه ماهی مارمولک ماهی بود. آخه همون اگه خیلی ناراحتی همونو بیاد یه قاشق حالا بهتون ارفاق میکنم مثل شما نیستم، یه قاشق چای خوری پر ولی باید بخوری. می‌خواستم بگم غذاخوری نه واقعا باید بخوری. یه قاشق چای خوری تو کدوم مسابقه از این یه دونه قاشق بابا یه مسابقه‌ای چیپس می‌ذارن اون چیزی که به من خوردن. چونه نزنیم بریم سراغ مسابقه. اینو می‌ذاریم پس تا آخر اینجا. خب حواستون من سوالا رو بخونم شما به نظرم توضیحاتو که بریم جلو با هم. حاضرین؟ دستا کنار زنگ. چون میتونی من نمیتونم. از الان صرفا کنار زنگ. این کنار زنگ آخه. بریم 1 2 3 صبر کن. بگو 1 2 3 حافظه ماهی قرمز فقط 3 ثانیه است. درست. نه برخلاف باور عمومی ماهی‌های قرمز میتونن خاطرات رو تا چند ماه نگه دارن و حتی آموزش ببینن. دانشمندا آزمایش‌هایی انجام دادن که نشون داده ماهی‌ها میتونن مسیرها رو به خاطر بسپرن یا حتی تشخیص بدن که وقت غذاشون کیه. الهی بمیرم براشون باشه. الان کیمیا امتیاز منفی میگیره. پس من یه ست خونگی میگیرم یه ماهی قرمزه چون یادش منو میمونه. ببین من اومدم بزنم بگم غلطه. خب بریم آماده این برای سوال 2. اگر در کره ماه فریاد بزنید کسی صدای شما رو نمیشنوه. بعد اگه نزنیم چی؟ هیچ امتیاز نمیگیره. اگر در کره ما فریاد بزنیم کسی صدای ما رو نمیشنوه. درسته یا غلط؟ کسی توی ماه نمیشنوه یا بیرون از ماه نمیشنوه؟ نه تو خود کره ماه نمیشنوه که صداتون. صدا که قطعا به اینجا که نمیخوایم برسونید صدا رو که. خب واقعیه یا الکیه؟ من نمیرسونم. خیلی نه به نظر من واقعیه. نه الان کیمیا زنگ زدم. من زنگ زدم و به نظرم واقعی صدا نمیاد. آقا خب من گفتم تو الان گفتم. نه دیگه زنگو می‌خواستی نگی کمک کنی بهش. خب خیلی خب کیمیا یه امتیاز مثبت میگیره. بله اولش هم بگو که واقعی بود. واقعی صدا برای حرکت نیاز به هوا داره ولی روی ماه هیچ هوایی وجود نداره پس صدا منتقل نمیشه. یعنی حتی اگه یه کنسرت راک هم اونجا برگزار بشه صداش پخش نمیشه. هیچ کس صداشو نمیشنوه. عجب جای باحالیه. بریم کنسرت راک بریم. خب کیمیا بعد حاضرین؟ آره. سوال 3 برو. موز دارای مواد رادیواکتیوه. درسته. بله درسته. مساوی مقدار کمی پتاسیمه که ایزوتوپ رادیواکتیو اما مقدارش اونقدر کمه که خطر زیادی برای انسان نداره و باید در واقع چندین تن بخورید تا اون رو احساسش کنید. بچه‌ها یه ذره الان این وسط رو بریم. اطلاعات عمومی اون به رخ میکشم. الان رسید مساوی؟ الان مساوی چون کیمیا یه دونه -1 بود. خب -1 شد 0 دیگه. من الان 1 مثبتم عزیزم. چجوری مساوی اینجوری؟ راست میگه. آقا میخوای اینو بدی من بخورم بگیرم. نه من نوشتم درستش. آقا بذارید تا آخر مسابقه ببینیم چی میشه. حاضرین؟ گاوها رنگ قرمز رو میبینن و عصبانی میشن.
وای بچه‌ها یه شکی به دلم افتاد. سری وقت نمیتونی زنگ بزنی. غلطه؟ بله. گاوها اصولا کوررنگن و رنگ قرمز رو تشخیص نمیدن. چیزی که باعث عصبانیتشون میشه اون حرکت هست، نه اون رنگه. پس اگه یه وقت گاو بهت حمله کرد بدون مقصر خودتی، نه رنگ لباس. اینجا داشته باشید. پس علی مثبت 2. نه دیگه امتیازاشو بذار آخر بگیم که جذابیت براشون هر یه دونه میره این ورتر. خب حاضرین؟ اشام حاضری؟ مطمئنی حاضری؟ حاضرم. جغدها میتونن سرشون رو 360 درجه بچرخونن. برای من دیرتر دارم. به نظرم کیمیا. نه البته زنگ تو یه ذره طولانی تره ولی کیمیا. جواب میگم. خب آخه فکر به نظرم غلط 360 درجه نمیتونم بچرخونم. خب کاملا درست گفتی. یعنی غلطه. آره غلطه. جغدها سرشون میتونن تا 270 درجه بچرخونن، نه 360 درجه. پس اگر که همچین چیزی رو دیدین یا فیلم درسناک بوده یا اون جغدا مشکل داشته. احتمالاً جغدا ستون کرده. آقا صبر کن. خب امتیازشو دادی؟ دیگه رحم نمی‌کنم بهتا. حاضرین؟ من تا الان واسه تو رحم کردم. رحم نکن. خیلی از این بعد رحم نکن. اطلاعات فوق العاده بالا. نمک باعث میشه آب زودتر جوش بیاد. من زدم. بله. کاملا غلطه علی جان. من یک امتیاز. برعکسش درسته. اضافه کردن نمک به آب نقطه جوش رو بالا میبرن. من به حجم آشپزی که میکنم واقعا باید این سوال کنم. اگه میخواین آب زودتر به جوش بیاد اول بذارید آب بجوشه بعد نمک اضافه کنید. من بعدش ما توی کانالمون چیزای خانه‌داری، اطلاعات خانه‌داری هم داریم میگیم. ولی باید میگم من منظورم نمکی بود که بعد از جوش. نه منظوراتتون رو خواهشاً برای خودتون نگه داشت. حاضرین؟ بفرمایید. وقتی دریا طوفانی میشه سطح آب در پایین ترین حد معمول خودشه. درسته. خب کاملا درسته. توی طوفان ها فشار هوا کاهش پیدا میکنه، باعث میشه که سطح آب پایین تر بره. به رختون ولی بچه‌ها یاد بگیرید اینا رو. حالا اینو ببینم کی میتونه جواب بده. هیچم مردن. زمانی که عطسه میکنید به هیچ عنوان نمیتونید چشان خود را باز نگه دارید. درست. کاملا درسته. وقتی عطسه میکنی عضلات صورت و چشم ها برای یه لحظه فلج میشن. این به خاطر اینه که عطسه به طور طبیعی باعث بسته شدن پلکام میشه. پر نداری بذار. نه تا از ورود میکروب به چشم جلوگیری کنن. چه اطلاعات قشنگی. چرا قشنگ؟ قربون خدا برم. بریم سوال بعدی. بیشتر مردم در خواب از دنیا میروند تا در زمان بیداری. غلطه. به نظر من درسته. نه تحقیقات نشون داده که بیشتر افراد زمانی که خواب هستن به طور معمول در امنیت هستن، اما استرس و فشارهای روزانه در حالت بیداری میتونن تاثیرات منفی بیشتری روی بدن بذارن. پس آرامش و استراحت مهمتر از همیشه. حالا میره اینجا من نمیدونم. یک نکته ای رو هم بهتون بگم بچه‌ها، بخشی امتیاز نداریم. همه امتیازها در نهایت با هم دیگه جمع میشه و برنده رو مشخص میکنه. بس رحم نمیکنم. 3 تا سوال این بخش بیشتر نمونده. حاضرین؟ بفرمایید. خرگوش‌ها فقط میتونن از طریق دماغشون نفس بکشن. علی زودتر بگو. غلطه. آخ چون علی داره میبازه. درسته. خرگوش‌ها فقط میتونن از بینی نفس بکشن. اگر بینی خرگوش مسدود بشه یا دچار مشکلات تنفسی بشه سریع ممکنه که دچار باید میدونستم. میدونی چرا؟ چون همش اینا اینجوری میکنن. خب 2 تا سوال آخر. امن‌ترین قسمت هواپیما در زمان حوادث قسمت جلوی هواپیماه. وایسا اینو میدونم. امن‌ترین قسمت هواپیما در زمان حوادث. نه غلطه. نه کیمیا زودتر زد آقا. من زدم و غلط. آقا من یه ویدیو باید بسازم هوایی. زدم و غلطه. آفرین کاملا. آقا من میگم تو درسته. تحقیقات نشون داده که در صورت وقوع حوادث مسافران قسمت عقب هواپیما نسبت به کسایی که تو قسمت جلویی هم بیشتر احتمال زنده موندن دارن. پس خواستین بلیط بگیرین عقب. جلوی هواپیما بودن. نگیر. آره راست. برای همین من با فرس خیلی مسافرت نمی‌کنم. و سوال آخر. بعد از مرگ بدن انسان شروع به حرکت میکنه. علی زودتر. درسته.
کاملا درسته. عضلات بدن بعد از مرگ به دلیل فرآیندهای شیمیایی و انقباضات خود به خود شروع به حرکت میکنن و به طور معمول تا چند ساعت بعد از مرگ این احتمال وجود داره. حتی سلولای مغز و این موها. بله. برای همین دیدی مثلا یه چیز تکون بخوره توی فیلم میگم قبل دیدید مثلا یه چیز تکون دست ما اینجوری نترسید. عضلات بدن تکون میخوره. یعنی همون مثل دور از اون میگن جون دادن؟ نه دیگه این بندری نمیزنه عضلات بدن که. عضلات سلولا ماهیچه‌ها مثلا خیلی میبینیمشون. من که تو نبودم مثلا یه ماه با یارو ببینم چه شکلیه ولی یک ماه تکون میخوره؟ نه تا چند ساعت میگه بابا. چرا علکیش جو میدین؟ علی علکی اطلاعات به من. خب بخش دوم به این صورته که ما یک موبایل میذاریم جلوتون روی تایمر، 1 دقیقه توش تایم میدیم، شما هم تایمر رو نمیبینیم، موبایل برعکسه. به محض تا زمانی که موبایل یعنی شروع میکنیم و شما یه سری سوال پرسیدن، اگر درست جواب بدین یا بتونین جواب بدین میدیم به نفر بعدی. در نهایت موبایل جلوی هر کسی باشه و موبایل زنگ بخوره 3 امتیاز به نفر مقابلش داده میشه. 3 امتیاز کی میاد؟ 3 امتیاز نمیفهمم. خوابت میاد؟ نه. آقا تایمر آماده است روی 1 دقیقه. هر موقع بگین شما خب من آماده اول میکنم شروع. خب ببینید من یه توضیحی بدم. ما یک موضوعی رو بهتون میدیم و شروع میکنیم. حروف الفبا رو به هر کدومتون گفتن پشت سر هم نیست. شما باید با اون موضوعی که بهتون گفتین یه دونه مثل اسفامی یه دونه کلمه بگین، حالا یه چیزی بگین. حاضرین؟ یا خود یعنی الان توی یه حرف میگیم ما یه اسم میگیم. آره یه دونه گروه یعنی بر اساس اون. برم اولین وایسا نه بگم اول موضوعتون رو. موضوع اولتون اعضای بدنه. خب من پس حروف میگم، شما باید یه اعضای بدن با اون حروف بگین. درست گفتین میرین نفر بعدی، میرین کناریتون. در نهایت دست هر کی زنگ بزنه اون بازنده است. 3 امتیاز هم داره. 1 2 3 پلک ج جمجمه. ر ران پا. نه نه علی باید بگی وقتی ران پا. ز زانو. داشت میفته به این س سینه. ق نگیدا. قلب. که خب نه کت. گ گردن. ل لول. بابا سلام. بابا سلام. نه مو. وای بودو. ش شقیقه. پ پل. پلکو گفته بودم زنگم زد. ام شو تکلیل اب نداره. خب خب خیلی حالا دیگه باش. خب بریم سراغ دوباره سراغ یک گروه دیگه. گروه اول بگو که بعد علی بزنه. از گروه حیوان میخوایم شروع بکنیم. بابا. 3 2 1 الف آهو. پ پدر پرشین کت. جیم آخه چه چیزی ساده ای میفته به این؟ ر ای. ر راسو. ز زرافه. عین عنکبوت. آفرین. ف فیل. ک ای من میدونم. سب کره خر. لام لک لک. آفرین. میم مورچه خار. نه نه. آقا نرسونه کسی صدا نه. میشنوه. آروم صحبت. آخراشو نهنگ. واو چی؟ واو وال. آفرین. یه یوز پلنگ. آفرین. جیم جوجه تیخی.
باشه من تکراری نگفتم من تکراری نگفتم من گفتم جوجه رو آقا سب کن حاضری؟ اصلا رو بیا اینجوری کن تو چرا داری دست میزنی کی؟ خب خیلی برای جذاب و استرسی بود ببین من خدا وکیل حیوان جوجه زرافه فیل خب چیکار بعد به من راسو دونو کانگورو راکون بریم سراغ کاتگوری سوم یا دسته سوم که از غذاست. برنده رو مشخص می‌کنم تو میگی وای من باید بگم وای بابا تو همه رو امتیازاتون بچه‌ها خب یادم نزدیکه واقعا این میتونه مقداری تعیین کننده باشه. حاضرین؟ اصلا دهنم داره میسوزه 1 2 3 الف آلبالی پلو کیمیا ج جوجه کم پ پلو ز زرش بالو آفرین سه سبزی پلو این کباب پلو نه عدس پلو ق پلو سبزی ف کی میزی چه فسنجون این برای نگاه که کوکو کیمیا ل لوبیا پلو نون نون پنیر ه هویج پلو یه خدای زنگ بخور ای خدا بخور زنگ بخور یه دقیقه اگه اینجا آقا قبول نیست اینجا 8 نفر رسمه یکی کردم به خدا این شما من بعدا یه ویدیو میسازم این باند مخوف و این لو میدم بایستی حالا خوششونه چی شد؟ میریم سر اصل مطلب جمع امتیازهای مثبت و منفی رو که حساب بکنیم با قلبی آکنده از درد برنده این مسابقه علی عزتی شاوجا و شنه مثبت 8 امتیاز و کیمیا مثبت 6 امتیاز وای بچه واقعا دلم و نمیاد این هم قاشق کوچیک‌ترم داشتیم حالا این ذره کمتر چای برات خوریه ببین به نظر من همینجوری جلو دوربین پلومش هم باز کن. آره بچه‌ها ببینید چرا میمیرن نه با هستن آقا بچه‌ها اون که نبود که آره بخترمون اون چی بود؟ به نظر من حالا که علی بذاره بالا کاری آوردی. میخونه من یه دیگه از اون ماهیه رو بیارم علی بچه‌ها بخوره به عنوان نوشته برنده. که نوشته اسکورپیون سوس سیریسلی اکسترا هات بچه‌ها دیدی که بالایش هم جلو خودتون باز کردیم یا خدا از این فیلم‌ها نیست استرس کردم فشارم افتاده ببین بچه زنگ زدین آتش‌نشانی اورژانس عوامل پشت صحنه ماست اصلا خودش یه جوریه که نباید بخوری بسته نه بزن سرش نمیخواد بیاد میبینی وای بچه ببین بسته به نظرم دیگه خوبه نه خیلیه ها بابا نه خوبه دیگه ببخشید اون ماهیه رو گفتیم من بخور خواهرش واقعا من نمیدونم دفعه دیگه ببین یه کاری باهات حالا خیلی کامل نخوره یه ذره لب بزن نه لب که نمیزم بزنی که یوگا بدتر باید میشه. بخورم همشو نخور تو رو خدا وای نفسم قلبم گرفت همه چی هست ببین یه ذره کی میاد یه ذره چیز بشین که اون دوربینمون رو اگه خواستیم بیایم رو چهرهت بتونیم یا خدا تون بود؟ تون بود؟ نه الان نه تون بود؟ آره خیلی واقعا؟ بچه کیمیا میگه اینجوری خیلی تون بود یعنی خیلی تون بود من که بودم من که میخوردم مرده بودم الان داشتم یا خدا داره مغزم میشه واقعا میگی؟ نوشته بودش مغزت منفجر نه اون چیزی که میگفتی نه بچه هیچی نیست اینا چیه؟ نه باز بهتر از ما بهتر از ماهیه چیه؟ پروه من نظرم اینه که آخر ویدیو مسابقه رو بذار ویدیو شو که بچه‌ها اگه ندیدن برن اون ماهیه رو ببینن که کیان آره حتما آورده آخر ویدیو میذاریم بهت ببینیم نه چه دوغی ماست یه ماست بله دیگه آقا 30 ثانیه شد مرتد چه؟ عوامل پشت صحنه به
دیگه حالا ببین چجوری ماستو میتونه عشقم باز دهن تو اون فلفلی که تو خوردی باید ماست درست بخوری بیا. اوه خیلی تون بوده فکر کنم. آخه کیمیا تندخوره واقعا. اگه میگم این ببین، گفت من بودم که قطعا تندیش تنده ولی درد داره. حق زبون انجام داره. بچه‌ها بهتون قول میدم ویدیو بعدی چالشی بود ایمان سس تند بخورید چون اینجوری به سس تو این که نه به مثلا سس تاباسکو سبزش که اصلا تو نیست اینجوری کن اینجوری. اوه میدم داره آتیش میگیره. عشقم خیلی زنگ بزنم نه خیلی بس آب دماغم چرا آمبولانس اومد. الهی فداش. دلم درد گرفته خدایی. این نیست ویدیو. خب تموم شد. ما رفتیم ولی شما بمونید ویدیوهای بعدی رو ببینید. ما هم قول میدیم که بریم با ویدیوهای خفن‌تر برگردیم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم. اصلا هم اینو امتحان نکنید. خداحافظ.